سلام و درود خدمت دوستان نهایت عزیز و گرامی. امیدوارم در هر کجایی که هستید جور و صحتمند باشید. بازم امروز با یک برنامه دیگر در خدمتتان هستم و این برنامه بازخوانی تاریخ دهه 70 و این بار از کتاب عزیز رویش ما این برنامه را پی میگیریم. خب قبل از او که ما بریم روی خواندن کتاب عزیز رویش، یک چیزی را باید به دوستا و هموطنان عزیز خود بگویم که هدف من از خواندن تاریخ و اشتباهات و یا عملکردهای رهبران سیاسی دهه 70 به خصوص مزاری این است که ما میخواهیم که مردم ما از تاریخ گذشته خود عبرت بگیره، یعنی تلاش کنه بر علاوه ازی که ما دهه 70 میخوانم خودشان بره خصوصا سراج التواریخ جلد 3 باید بخوانه که چی ظلم ها و جنایت های در حق هزارها صورت گرفته و اینمی مسئله باعث میشه و خواندن تاریخ باعث میشه که هر فرد افغانستانی و هر فرد هزاره از تاریخ گذشته خود آگاهی پیدا کنه و فرضاً وقتی که انسان از تاریخ گذشته خود آگاهی پیدا کرد هیچ وقت مثل مزاری دچار اشتباه نمیشه. مزاری یا لج کرده بود یا اینکه واقعا تاریخ مردم خود را نخوانده بود. به هر صورت کاری کرد که هزارها را تا 100 سال عقب برد و ریسمان جوالیگری هزاره را 30 متر یا 40 متر درازتر کرد به جای اینکه یک قدم به جلو ببره. و این مسئله بسیار مهم است که ما و شما باید تاریخ گذشته خود را بخوانیم. تاریخ گذشته به هر انسان و به هر کشور و افراد سرزمین یک کشور یاد میده که درس میده که از گذشته های تاریخی خود درس عبرت بگیره و برای رفتن به جلو باید گام های مثبت و مفید را برداره. لذاست که اگر واقعا آقای مزاری تاریخ هزارها را خوب میخواند، درد تاریخی هزارها را خوب میدانست و آرمان تاریخی هزارها را دقیق او میفهمید، هیچ وقت میره تکرارا میگیم هیچ وقت به پیروی از ولایت فقیه و شخص مهدی هاشمی آمده 52,000 انسان هزاره را سلاخی نمیکرد و یک دولتی که به آگاهانه فرضاً به دور از چشمان استخباراتی کشورهای بیگانه در هزارجات شکل گرفته بود، دولت اسلامی شورای اتفاق، مزاری هیچ وقت آمده ایر خراب نمیکرد. بناهن مزاری نه از تاریخ گذشته خود آگاهی داشت و نه از آرمان تاریخی مردم آگاهی داشت و نه از ظلم و استبدادی که بر سر مردم هزاره فرو رفته بود ای آگاهی داشت. لذاست در کابل هم اگر باز هم آقای مزاری گذشته تاریخی هزاره را میدانست و آرمان تاریخی هزاره ها و ملیت های محکوم و محروم تاریخ با شمول محرومین پشتون اگری میفهمید گذشته ای سرزمینه هیچ وقت در کنار گلبدین نمی رفت و علیه دولت استاد ربانی ای آدم استاد نمی شد و از استاد ربانی حق نمی خواست، چون یگانه عامل و یگانه چیزی که میتونه فرض مثال اینمی استبداد تاریخی را در افغانستان محو کنه و گروه ها و فاشیست هایی که تمامیت خواه هست یا مثل طالبانی که یک گروه است فعلا اینا مثل اینها را در تاریخ هم اینا بوده، گاهی به نام امیر آمده، گاهی فرزن به نام شاه آمده، گاهی به نام طالب آمده. خب اینا وقتی فرض مثال جلوش گرفته میشه که هزارها و تاجیک ها به خصوص وقتی اینمی دو ملیت واقعا آگاهانه
به خاطر منافع مردم خود و به خاطر منافع آرمان تاریخی مردم خود اگر این دو ملیتی که مطرح در افغانستان متحد و یک پارچه شود، به نظر ما ریشه استبداد تاریخی و ریشه تمامیت خواهی در افغانستان محو میشه و نابود میشه. لذا وقتی که دو ملیت با هم مشترکات بسیار زیادی دارد، فرض مثال زبان مشترک دارد، دین مشترک دارد، تاریخ مشترک دارد و سرنوشت مشترک دارد، هیچ کدام مشکلات فرض مثال هزارها با تاجیکان ندارند. بنابراین بسیار زود اینا میتونه متحد و یک پارچه شود. اما مزاری متاسفانه این مشترکات همه را زیر پا کرد و یک نفاق عمیق را در جنگ های کابل و در دهه 70 در بین دو ملیت تاریخی به وجود آورد که امروز اینا درزی که در بین تاجیک و هزاره ایجاد شده، این نزدیک کردن از این بسیار کار میخواه و بسیار دشوار است. لذاست که مزاری کاری که در دهه 70 کرد در واقع پلان و برنامه های استبدادی دوره عبدالرحمن را یادم تکمیل کرد. با اینکه یادم رفت در کنار گلبدین و با او همدست شد سر حزب خود کودتا کرد و با او همدست شد سر پایگاه حرکت اسلامی در تپه اسکاد عملیات کرد و با ای که رفت با طالبان اسلحه و مهمات خود بدون کوچکترین امتیاز تحویل داد و در نهایت خودش هم توسط طالبان کشته شد. ای در واقع تقویت و نمو فاشیست پشتون بود و تقویت تمامیت خواهانی بود که فعلا سر قدرت داریم. اگر مزاری واقعا آگاهانه حرکت میکرد، آگاهانه آرمان تاریخی مردم خود را تعقیب میکرد و آگاهانه آرمان تاریخی ملیت های تحت ستم تاریخی در افغانستان را با شمول پشتون های آدم در نظر میگرفت، هیچ وقت این مسئله رخ نمیداد و طالب امروز حتی شکل نمی گرفت و اگر شکل هم می گرفت به هیچ عنوان طالب آمده قدرت را گرفته نمی توانست. پس بنابراین هدف ما از این بیان واقعیات و یا تاریخ دهه 70 این است که مردم هزاره و تاجیک و خصوصا وقتی دو مردم و این دو ملیت متحد شد، ازبک ها در کنارش است، فرض مثال نورستانی ها، فرض مثال اقوام دیگر ترک و ترکمن و بلوچ و ایماق و نمیفهم پشه‌ای و نورستانی همه جمع میشه در کنار دو ملیت. یعنی بسیار سریع ما میتونیم سرنوشت افغانستان را متحول کنیم و ما به خاطر این مسئله آمدیم. خب توهین ها، تحقیر ها، فحش و داشنام های ناموسی را از طرف باندیوند ما قبول کردیم تا مردم ما آگاهی پیدا کند، خرد پیدا کند، فهمیدگی پیدا کند و فهمیده شود که گذشته ما چی بوده و ما باید چی کار بکنیم. مزاری کاری کرد که گفتم که 100 سال ما مردم هزاره ها را، یعنی بقیه ملیت ها را هم این آدم به عقب راند. اگر ما و شما به خدا قسم این را باید یادآوری کنم، اگر به زودترین فرصت متحد نشویم تا 20 سال دیگر، تا 30 سال دیگر در افغانستان دیگر فارسی، زبان فارسی محو میشه. همونطوری که الان میبینیم، الان همه چیز آشکارا در پیش چشم ما و شما به تاراج میره. حتی زبان ما به تاراج میره، فرهنگ ما به تاراج میره، سرزمین افغانستان، مواد معدنی، موادهای زیرزمینی پیش چشم همه به تاراج میره. ولی متاسفانه که ما به خود نمیاییم، به سر عقل نمیاییم. ما باید به سر عقل بیاییم، متحد شویم، یک پارچه شویم. ما تشویق کسی نمی کنیم به جنگ، ولی وقتی متحد شدی یعنی طالب خودش در پیش سر تعظیم فرود میاره. این نیست که اینا اینقدر زورآور باشه، نه خیر.
چون ما ضعیف هستیم، ما پارچه پارچه هستیم، ما تکه تکه هستیم و اینها بسیار خوب روی برنامه ها و پلان های فعلا کار میکنه. شما میبینید یک دولت یا امارتی که 4 سال دولت سرپرست داره، هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته، میبینیم که همه ایره تقویت میکنه. آمریکا هفته 45 تا 47 میلیون دلار رو میگه برش میده. روس که اون روسیه به رسمیت شناخت، ایران تقویت میکنه، هند تقویت میکنه، چین تقویت میکنه. یک کشور یک رژیمی که هنوز حکومتش به رسمیت نشناخته ولی اینا طوری کار میکنه که همه را راضی نگه داشته. چین را سرگرم استخراج معادن کرده، ایران را به خاطر فرض مثال آمریکا، ایران هم با اینا منافع داره، روسیه هم به خاطر آمریکا منافع داره، هند هم به خاطر مسئله پاکستان که اینا را انداخته به جان پاکستان منافع داره و اینا را خوب تقویت میکنه. لذاست که خواهشان سران تاجیک و سران فرض مثال اونایی که وندی نیستن، شخصیت هایی که وندی نیستن بیاید در میدان و اینمی مسئله اتحاد و همبستگی تاریخی که بین هزارها و تاجیکا و بقیه ملیت ها، حتی ملیت محروم پشتون، اینا را با هم روی دست بگیریم تا ما بتانیم برای سرنوشت آینده خود یک گامی مثبت برداریم. لذاست که من اینجا کتاب خاطرات عزیز رویش را از فصل 20 از شروع میکنم و متن چیزش هم تیترش هم هست، باید حساب پس دهند. خب قبل از این آقای عزیز رویش یک چند نوشته را از زبان اسپارتاکوس آورده که من اینجا خدمتش میخوانم. نوشته کرده که اصلا این متنش نمیخوره با کار آقای مزاری و عملکردهای آقای مزاری، ولی این چون بسیار عزیز رویش بزرگنمایی کرده و این را برده در سطح اسپارتاکوس قرار داده. اما خطاب به همه غلامان جهان فریاد برخواهیم آورد، به پا خیزید، زنجیرها را به دور افکنید. بله او اسپارتاکوس همه غلامان و فرض مثال کسایی که در بند بودن فریاد زد، ولی مزاری چی؟ مزاری عملا در راه رفت که این بردگی و زنجیر اسارت را بر پا و دست ملیت های محکوم افغانستان بسته کرد. این چند مدتی باز شده بود، 10 سال 12 سال یا 14 15 سالی که جهاد بودن، این زنجیر پاره شده بود، طوری پاره شده بود که دیگه امو استبداد تاریخی و قدرت نبود و حتی خان عبدالغفار خان گریه میکرد در پاکستان وقتی که دولت از دست اینا، از دست استبدادگران و فاشیستای پشتون خلاص شد و سلطان علی کشتمن و اینا آمد روی قدرت، ببرک کارمل آمد، در او زمان او گریه میکرد، میگفت ما کور و وران شد. یعنی خانه استبداد تاریخی پشتون خراب شد. ما در امو زمان در پاکستان بودیم، این مسئله در ما معلوم است که اینا چی رنجی میکشیدن. خب مزاری کار کرد که اونمو زنجیر استبدادی را دوباره در پای ملیت های محروم از این سرزمین بسته کرد. سپس روزی به شهر جاویدان شما خواهیم آمد، اما آن وقت دیگر جاوید نخواهد بود. این را به سنا بگو که به آنها بگو که هر وقت خواستیم بیاییم ایشان را خبر میکنیم، آن وقت دیوارهای روم را در هم خواهیم کوبید. بله، ولی مزاری کار نکرد جناب عزیز رویش که تو آورده یک چیزای آورده که خودت هم مسخره. به امارت سنا خواهیم آمد و ایشان را از مسند به زیر خواهیم کشید و لباس از تنشان در خواهیم آورد تا لخت و برهنه بیستن و مردم همانطوری که همیشه ما را می دیدن ایشان را نیز ببینن. بله خب این اسپارتاکوس بود و همون قدرت توی آهنین رم داشت که برده ها را بسیج کرد علیه روم
و رومیانی که مستبد بودن اونا رو رسوا کردن، ولی ما با عدالت و انصاف درباره آنها حکم خواهیم کرد و منتها عدالت را در حقشان به مورد اجرا خواهیم گذاشت. من میگم که هیچ یک کلمش به عمل کرد مزاری نمیخوره که عزیز رویش آورده این قدر بزرگنمایی کرده. عمل کرد مزاری چی بود؟ اعدام های بدون صحرایی، بدون محاکمه، بدون دادگاه و قاضی، رقیبا و کسایی که با مزاری رقابت داشت با بدترین وضع اونا رو میکشتن و یا تحقیر و توهین میکردن که یکی از نمونه هایش خود عزیز رویش در کتاب خود نوشته میکنه که منتقد مزاری سید رحمت الله مرتضوی بود. حالا او که در سازمان نصر بود، ما دیدیم که آقای عاقلی که با محمد منتظری روابط بسیار نزدیک داشت، این را مزاری ترور کردن. و فرزن حسینی مزاری، سید حسینی مزاری با خمینی مثل یک برادر بود، همیشه به سمت راست یا چپش حسینی مزاری قرار داشت، ولی مزاری چون تحملش نمیتونست این را ترور کرد. و همچنان بقیه را افتخاری سرخ و همه کسانی که موی دماغ مزاری فکر میکرد موی دماغ است او را ترور کرد. ای اسپارتاکوس شده نمیتونه که بیایه فرض مثال بردگان تاریخ را از خواب غفلت بیدار کنه. این مردم بردست ساخت مزاری، مردم را به خاک ذلت نشان. عزیزی رویش انسان شد، تو هنوزم انسان نشده، عقل پیدا نکردی. تمام جنایات را که مرتکب شده اند علیهشان عنوان خواهیم کرد. حساب جنایت های خود را باید پس دهند. از پیام اسپارتاکوس به سنای روم به نقل از کتاب هوارد فاست. اینا کل بزرگنمایی بود. در یک از نوشته های قشنگی رو در امی کتاب ململ کردهای مزاری را به اسپارتاکوس مقایسه میکنه، میگه عین اسپارتاکوس عمل کردی. اسپارتاکوس عمل نکرد. مزاری من میگم که از همون روز اولی که این در سازمان نصر را تشکیل میده دست به جنایت میزنه. حتی یک نفری که متهم به کشتن پدرش بود، این آدم به زور خفه کرده در مشهد، این آدم را کشت، از بین برده. شما رو به خدا دیگه فکر کنید خوب این چی انسانی بوده اقلا؟ یک آدم وحشی مستبید و خونخوار و دیکتاتور، در حالی که در ایران میشد رو در دادگاه ها معرفی کنه و معلوم شود که یا واقعا این قاتل پدرش بوده یا نه. خب نوشته میکنه باید حساب پس دهند. منتقدان مزاری بهای سیاست های او را در غرب کابل هم برای خودش و هم برای جامعه هزاره سنگین قلمداد میکند. در پایان مقاومت کابل مزاری یکی از هزاران انسان بیپناه هزاره بود که برغم قربانی ها و فشارهای سنگین با حسرت نجات از مظالم و بیعدالتی به قتل رسید. مزاری از حماقت خودش به قتل رسید. یک رهبر نباید به قتل برسه. اگر به قتل میرسه افتخارانه به قتل برسه. مزاری من میگم که از تاریخ گذشته خود خبر نداشت و قدر بی عقل و بی منطق و بی خرد بود که نمیفهمید که عبدالرحمن کیه و بچه ها و نواسه هایش کیه و کیها خط استبدادی عبدالرحمن را تعقیب میکنه. این میره در کنار گلبدین رو نمیشناسه. یا فرزن طالبی که اسلحه خود تحویل میدن نمیشناسه. یک رهبری که داد از مقاومت میزنه اسلحه خود تحویل نمیده. ما بارهای رو گفتیم امام حسین هیچ وقت شمشیر خود ولو تک و تنها من در برابر 30,000 لشکری ابن سعد خودش تنها میمانه. تمام جوانایش 72 تن از یارانش شهید میشه. حتی علی اصغرش به خاطر اتمام حجت و به خاطر که به تاریخ ثابت کنه که اینا اهل مروت و اهل انسانیت نبودن، طفل 6 ماهش وقتی میره آب درخواست میکنه اونا با چی با کمان میزنه گلویش رو پاره میکنه. مزاری نمیشناخت اینا رو. بعد در همین عصر ما دیگه الان سنوار
رهبر حماس که ما دیدیم 72 ساعت قبل از اینکه این کشته میشه غذا نخورده، با شکم گشنه، با لب تشنه، این آدم سنگر به سنگر، پا به پای مردم خود، پا به پای نظامی های خود جنگید. که ما همیشه گفتیم وقتی که اسرائیل موقع کشته شدن سنوار را به نمایش گذاشت، ما گفتیم اسرائیل و نتانیاهو گور خدا کندن، چون سنوار در آخرین مرحله از زندگی خود حرکات را برای تاریخ به جای میگذاره که او دیگه فراموش نمیشه. یک بچه فلسطینی زنده باشه دیگه تسلیم اسرائیل نمیشه. مزاری خودش با پای خودش میره اسلحه خود، با وجودی که با مردم خود قول کرده، با مردم خود وعده کرده، با مردم خود نوید داده که من قبل از اینکه کشته شوم حق شما رو میگیرم. اول باید میگه صحبتایش هست، میگه اول حق شما رو میگیرم و بعد در بین شما ما کشته میشیم. کجا کشته شد مزاری؟ کدام حق گرفت؟ حق می بود که تو اسلحه را با وجودی که خودت میگید اگر طالبا با ما نشست صحبت کرد، تفاهم کرد، مذاکره کرد و ما به حق خود رسیدیم که اسلحه هم نیاز نداریم، صحبتاش موجوده، و اگر به ما حق ندهد و ما بر سرنوشت خود حاکم نباشیم، میگه اسلحه ما به منزله ناموس شیعه و هزاره، میگه نه به کسی تسلیم میدیم و نه بر زمین میگذاریم. پس مزاری چطور تو ناموس شیعه و هزاره رو بردی تحویل کردی؟ چطور تو ناموس شیعه و هزاره رو تو بر زمین گذاشتی و بردی دودسته تقدیم طالب کردی و طالب هم چنان تو رو بیرحمانه کشت که و خود کشتن تو یک درس سرنوشت ساز برای تاریخ شد که هر رهبری باید از کشته شدن تو عبرت بگیره. هر رهبری در افغانستان و در تاریخ یک عبرته که با دشمن خود هیچ وقت اعتماد نکنه. گرچه در افغانستان این حوادث زیاد شده، بچه حبیب الله کلکانی معروف بچه سقاو میگه، اگرچه خب یک کلمه تحقیرآمیزه، خب چون اینمی کلمات استفاده کرد، هزاره جوالی، هزاره مشخور، هزاره نمیفهم چی، و بچه و تاجیکارم خود احمد شاه مسعود میگفت بدترین القاب برای ما گذاشته، میگفت بچه سقاو، بچه آپه. اینا کلمات است که از سوی فاشستان پشتون بر از اقوام گذاشته شده تا اینا همیشه تحقیر در تاریخ باشه. لذاست مزاری مثل سنوار، اگر این آدم مثل سنوار در پای آرمان تاریخی مردم خود کشته میشد، ما امروز سر تعظیم فرود می آوردیم. بارها گفتیم به خدا قسم اگر مزاری 10% از خدماتی را که احمد شاه مسعود و استاد ربانی برای مردم تاجیک کرد این آدم به هزاره میکرد، من امروز میگفتم سلام بر تو مزاری. اما این آدم خیانت کرده. وقتی ما حقایق میایم بیان میکنیم با اندازه خبیث فاحشی فحشای ناموسی، من هیچ باکی ندارم، چون من گفتم آگاهانه آمدم و در این مسیر ما آگاهانه استاد استم. بله خب زیاد شد و این ما باز ادامهش میخوانم در برنامه دیگر. شما ببینید که اینا چی توجیهات کثیف را میکنه. تشکر.